که بچه‌های شمال دارن اینه که مخصوص رو بچه‌های تهران خیلی حساسن. بچه‌های تهران که میان اصلا فکر می‌کنن که مهمون اروپایی دارن، میخوان بهترین سرویس رو بدن. حالا بدن بعد پیش خودشون هم یه سری چیزا دارن دیگه. بابا یارو گفتن که چی دارن؟ معادلش نمیدونم چی میشه حالا در اصل میخوان سنگ تموم بزنن که بگن بچه شما خیلی مثلا لاژ و فلان. مهمونمون حالا علی آقا هستن که تشریف آوردن، 3 تا بچه شمالی در استان مازندران، شهرستان آمل، داداش مهمونمون هم علی آقا هستن. علی آقا خیلی خشته چی بیاردی ها؟ سنگ میزنم باید مشروب پشروب خارجی میارن، شیشه خارجی میخوری؟ میخوری؟ گوشه بده من گوشی کجا داره؟ من گوشی من چیز داره؟ حده بره حده الو احمد خوری مردی کجا داری؟ آقا گوش کن 3-4 تا اتانول رو برید شیشه خارجی ورده واسه من بیار گوش میدیم مهمون دارم بچه تهرانه برای گنده گوزه بعدی بریم روش نم کنم امشب بچه قربون رو فدو ببینم اتو یا علی علی آقا من بگم من برم سر کوچه وسیله بگیرم یه چی بخوریم بگو بادوم‌زنی نمکی بخوری چی بخوری؟ چرا من چی بخوری؟ خب من برم بگیرم بیامو تزوری هم آرده تزوری هم آرده میشینن مشروبه رو میخورن و مشروبه رو میخورن توی این مایه ها که علی آقا این بگو میزنم سلامتی وجودت سلامتی قد و بالات سلامتی زرنگی سلامتی قشنگی این بگو میزنم سلامتی خمینی که با بریزر اومد با فریزر سلام بگرم میزنم مست پاتی بلو میشن و علی آقا ببینم ساعت چنده؟ 12 جدید یا قدیم؟ رسمی یا غیر رسمی؟ جدیده؟ آقا میریم خالدری رو میتونیم کارت بگیری برام آقا میریم گوش انگل میریم لب دریا دختر رو میان شلوار تنگ ماشین رو بدون سقف خیلی بلون میزنیم و یه حالی که موتور سنگی میاد خدا شده یعنی یاما چراغ زنان انداخته دور در زندگی خدا خدا به سر شده میریم اونجا اشمال به خورا میزنیم قلیون بلان دوست داری قلیون بلان میزنیم دختر رو میان شلوار همین داستانی داره عجب برمون کل مازندران از گنبد و کابوس تا ته عباس‌آباد ترکابون خرتن بامنی در یمنی در کل مازندران هر جای مازندران با تو دعوا گرفتن یارو شدی به من زنگ بزن من کارتو حل میکنم شما رو من بزن تو گوشی 0932 بزن تو گوشی 0911 هم بزن شما رو منو با آقداش بده آقداش رو بنداز فردا برنامه تور سیسنگام داریم بردک گرفتیم شیکم رو خالی کردیم ناردون انار منار ریختیم توشو بریم بالا بار بذاریم یه حالی با هم بگوریم عشقه؟ علی آقا رو عشقه لاتی حلاله برنامه فردا میشه و مینیبوس فیات میاد و مینیبوس تا ما میسه اما بپا تای مینیبوس رو بگیر تای مینیبوس رو بگیر تای مینیبوس رو بگیر علی آقا بفرما خیلی خیشته چی بیاد یه دونه از این بانکه های بنزین میدن و بشینیم وسط روش بعد این اونجا میشینیم و میخوان سر شوخی رو باز کنن و بعدم که بگم ما آره علی آقا مهمون ماست بچه تهران عشق است علی آقا قراره واسه ما یه دهم بخونه به افتخار علی آقا
علی آقا مثلا یه آهنگ میخونه با گیتار تو مایه های هتل کالیفرنیا و این مایه ها. بعد علی آقا میگه که حالا شما بخون اکبر آقا ببینیم که شما چجوری میخونی و اینا. نه بابا باید صدا بخونش گرفته باشه یه دهم برات میام پسر دبه رو برده بیام دبه رو میارن و شروع میکنم به خوندن اگه اجازه بدین خوندن رو دیلیتش کنیم. نه من اصلا همه لذت به خوندنه. آخه چون این بعد یه چیز بخون بیا از اتاق فرمان من نشان کردم علی جان آروم آروم بزن کل مازندران خرتن علی آقا رو عشق از آقایی به خانم‌ها بخش آی 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 جان خدا جان خدا یور من معصومه برورون جمعیم بودیم بسازی یور من معصوم ترخ تو خسیم عقب یک بار زر زنجومه چقدر بود دست خشنگ خیلی خوب بود بچه تهرانو عشق کنن روشون هم کردم دیگه واسه ما یه چیزی نکنم اون شعار یارو کرده خارجی مارجی خون از بگم برنگ شعاره چی بود بچه تهرانو شعاره چی بود؟ تهران چی کارش کرد ماست و خیالش یه چیز ناقابلی بود که